باران شدید شام 26 ایون در جماعت امانداری ناحیه پنجکن باعث آمدن سیل گشت. طبق معلومات استاد آید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی در ولایت سوق، لایابه 6 خانه استقامتی را از لای پر نموده به 10 خانه دیگر قسماً ضرر رساند. شهزاده بوتایی و یاردمچی سردار استاد آید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی ولایت آید کار با جامعه و وسایل اخباری عامه ابراز داشت که زمین‌های کشت و راه بین روستاها در جماعت امانداری نیز آسیب دیده است. او همچنین افزود که این زمان در محل حادثه کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده و مقامات اجرایی ناحیه بهر رفع خسارت‌های رسانیده سیل کاربری نموده ایستادند. با سر زدن حادثه به عمل آمده، کمیسیون حدودی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن سریع وقت به جای حادثه سفر نموده، از رفت حادثه به وقوع آمده دیدن نمودند. اهالی از جایهای خوفناک به جایهای بی‌خوف کوچانده شدند. ستاد برطرف سازی عاقبت آفت طبیعی به عمل آمده سازمان داده شد. طبق اطلاع استاد آید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی در ولایت سوق، ساکنانی که بر اثر این آفت منزل زیستشان قسماً و یا پورا خراب گشته است به جایهای بی‌خوف و امن انتقال داده شدند و به آنها کمک‌های اولیه غذایی و داروباری رسانیده شده است. همچنین آشخانه صحرایی نیز تشکیل کرده شده در محل حادثه دختران نوبتداری می‌نمایند. از طرف ستاد گروه کاری ستاد آید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سوق سفربر کرده شدند. اینچنین گروه کاری از کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سفربر کرده شدند. حالا کارهای برطرف سازی آفت طبیعی به عمل آمده رفته ایستادند. اهالی از جایهای خوفناک به جایهای بی‌خوف کوچانده شدند. یاری اولین طبی رسانیده شد. اینچنین مواد خوراکه و مواد داروباری تامین کرده شده ایستاده است. در برابر ساختارهای مربوطه بخش جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوق نسبه کمک به اهالی ضرر دیده و رفع خسارات کاربری نموده ایستاده است. جبارزاده پرویز کاتب اجرایی بخش جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوق گفت که بهر معین نمودن خسارات به مکان حادثه کارمندان جمعیت سفربر شدند. همچنین او علاوه نمود که به زیاده از 70 خواجگی جماعت دهات امانداری ضرر کلان رسیده است. ما در نوبت خود حالت معین کردن آفت طبیعی کارمندان و گروه کاری تأسیس داده شده آنها در جای حادثه کار برده ایستادند و در حالت پوره معین کردن حساب خسارات ضرر دیده از طرف آفت طبیعی کارمندان ما در نوبت خود به دستگاه اجرایی کمیته مرکزی معلوماتنامه‌های مخصوص آماده نموده و برای دستگیری کردن این عائله‌های ضرر دیده طبق مندت فعالیت کاری هلال احمر ما و از حساب انبارهای ذخیره‌هایی که ما برای کمک رسانیدن به اهالی ضرر دیده کمک‌های نوبتی خود را در نمود مواد گیگینی، مواد عضوقواری و مواد بسته‌های آشخانه دسترس می‌نماییم. طبق اطلاع جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوق بر اثر این آفت طبیعی زیاده از 70 خواجگی ضرر کلان دیدند. همچنین چند عدد سیمچوب، یک عدد ترانسفورماتور، 1.5 کیلومتر راه و 40 گکتار زمین‌های کشت نیز زیر سیلاب ماندند. رستم احمدов، ناظم جان عبدالعزیزов برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.